اگه نصف شب داشتی رانندگی میکردی و یه مرد با دستای بلند کنار جاده دیدی، اصلا توقف نکن. اون قسمت از جاده هیچ وقت نباید آبر داشته باشه. وقتی بهش نزدیک شدی، چراغاتو خاموش کن و طوری رفتار کن که انگار نمیبینیش. ولی اگه موتور ماشینت از کار افتاد، باید این کارا رو انجام بدی. اصلاً به صورتش نگاه نکن. چهرش ممکنه آشنا به نظر برسه، ولی تو اونو نمیشناسی. اگه ضبط ماشین روشن بود، خاموشش کن. صدا کمک میکنه اون راهشو به داخل پیدا کنه. وقتی شروع کرد دور ماشین چرخیدن، بهش توجه نکن و درها رو قفل کن. اون سعی میکنه هر طوری که شده وارد ماشین شه. اگه اومد کنار شیشه و ازت پرسید، ترسیدی، زود چشماتو ببند و فقط سرتو تکون بده. اگه 4 بار به شیشه زد، دره داشبورد رو باز کن و بسته‌ای که قبلا اونجا نبود رو بهش بده. حواست باشه نباید بسته رو باز کنی. حالا میتونی ماشین رو روشن کنی و از اونجا دور شی. ولی یادت نره وانمود کنی کسی رو ندیدی و اونجا اتفاقی نیفتاده. فقط وانمود کن.